مادر جان یا زهرا، از خونه لبر صدا تو، از خونه لبر صدا تو، صدای گرم دعا تو، صدای گرم دعا تو. تو بگو بدم چجوری، تو بگو بدم چجوری، من جواب بچه ها تو، من جواب بچه ها تو. بانوی رفته به خوابم، بانوی رفته به خوابم، فاطمه بده جوابم، فاطمه بده جوابم. نشکنی شیشه عمرم، نشکنی شیشه عمرم، نکنی خون خرابم، نکنی خون خرابم. ای همیشم نشینم علی جان، ای همیشم نشینم، ای امیر المؤمنینم، ای امیر المؤمنینم، ای امیر المؤمنینم. دعا کن تا من بمیرم، دعا کن تا من بمیرم، خونه نشینی تو نبینم، خونه نشینی تو نبینم. یا زهرا مادر جان یا زهرا، سودی ندارد، دانم که مادر جان می سپارد، دانم که مادر جان می سپارد. دعای مرگ مادر گردد اجابت آخر، گردد اجابت آخر. دعای مرگ مادر گردد اجابت آخر، گردد اجابت آخر. وا ویلا وا ویلا وا ویلا یا زهرا، وا ویلا وا ویلا وا ویلا یا زهرا. محسنم دامت چه شد سیدی انسیت الهورا صدایت میزنم، آقا سیدی انسیت الهورا صدایت میزنم، بین آن دیوار و در زهرا صدایت میزنم. ای
در سادات بداشت امروز منو دا دست فاطمه شو بوسید نشونه گذاشتم سینه فاطمه شو بوسید نشونه گذاشتم جا چشمای پیغمبر روی عمر همون نشونه ها رو بین در دیوار قرار داده آخ امام زمان حضرت آیت الله مغفرت میخوام خدا کنه قدیه 40 نفر ریختن سر مادر سادات برون باشه 40 نفر ریخته بودن با جازیانه و نلاف شمشیر ای زمان تصور کن یه آقایی به نام علی، یه مردی به نام حیدر، یه قهرمانی به نام اسدالله کنار یه بستر
انشالله تو خونه بستری نباشه، کسی مریض تو بستر نداشته باشه. اما مریضی که خیلی تو بستر بخوابه، اینو میگم واسه که این 2-3 روز آخر اگه 95 روز درست باشه 2-3 روز دیگه بیشتر نمونده، یعنی قریب به 90 روز مادر ما تو بستره. میخوام به یه حرفی برسم. اونا که تو خونه تا حالا مریض داشتن، مریض تو بستر داشتن، میدونن اگه مریض زیاد تو بستر بمونه بدنش زخم میشه، زخم بستر میگیره، هی باید از این پهلو به اون پهلو بشه، هی باید لباسش رو عوض کنن تا می اومد از این پهلو به اون پهلو بشه. نگاه میکرد میدید بچه هاش دارن میبینن، علی داره میبینه، میدونست این علی کدوم علیه، سعی میکرد جلو علی خیلی بروز نده دردشو. حالا تصور کن این 2 بیت علی داره با زهرا میگه تو که دل میبری با یک نگاهی هم به من کن گاهی. وای نمیدونی حرف یعنی چی. گفت فاطمه جان تو که بیگانه را هم میپذیری، تو که اون 2 نامرد رو قبول کردی بیان دیدنت، بده یک گوش ما را هم پناهی. علی سزای گلشن و گل شعله های هیزم نیست، عین اسفند رو آتیش باش. الان به دشت میدن چون پاک کردنه. کلید در به حرم حمله و تهاجم، این شعر مال خیلی سال قبل، خدا رحمت کنه قدیمیارم. بر آستان مقدس، نمیدونم این شعرات چقدر خوندنش سخته، تو باید راحت کنی با نالت. بر آستان مقدس لگد نمیکوبن، محل وحی خدا برته تلاطم. جبرئیل می اومد اجازه میگرفت، اسرائیل می اومد در میزد، میکائیل می اومد مؤدب میستاد. یه نفر نبود به این بی حیا بگه چرا لگد زدی. تا ناله فاطمیه رو نزنی من نمیرم جلوها. آخه تناب را حضرت آیت الله مجتهدی رحمت الله علی روحه، برو تو صحنه انقلاب، برو کنار ایوان طلا نگاه کن قبرشو، برو زیارت کن، کتاباشو بخون. عجیب بود این آدم که بعد از مرگش تازه فهمیدن شیخ جعفر مجتهدی کی بوده. تو احوالاتش می نویسن بعد از مدت ها ریاضت و کاری که رو خودش کرده بود به مدارج بالا رسیده بود. استاد مجاهدی میفرمود این مطلبو، میگفت مدت ها کار رو خودش کرده بود، 50 سال ریاضت کشیده بود و 10 سال سکوت کرده بود، اصلا با هیچ که حرف نمیزد. این همه رو خودش کار کرده بود، نهایتا یه جایی ارتباطش وصل شده بود. گفته بودن چی میخوای؟ گفته بود من از شما چیزی نمیخوام، حتی حاضرم هر چی گرفتم بدم، یه جلوه از علی رو به من نشون بدید. یک جلوه از علی رو به من نشون. گفته بودن چه جلوه ای رو میخوای؟ جلوه جلالیه شو، جلوه حماسه شو، جنگاشو میخوای ببینی؟ چی میخوای ببینی؟ منبراشو خطبهاشو میخوای ببینی؟ چی میخوای؟ میدونی چی گفته بود؟ گفته بود من میخوام اون لحظه رو ببینم که تو کوچه آوردمش.
گفته بودن همه چی رو ازت میگیرن، بیچاره میشی، نخواه اینو. گفت من اینو میخوام ببینم، من میخوام اون صحنه رو ببینم. گفته بودن خیلی سخته این صحنه. میگه پرده رو کنار زدن، دیدم یا آقای ریسمان به گردنش انداختن. من راحت بگم یا تو ناله میزنی؟ نه امامه به سر داره، نه نعلون به پا داره، فقط ریسمان به گردنه. نه از پشت دستا رو بستن. آدمی که از پشت دستاشو ببندن تعادلش به هم میخوره. میگفت دیدم یه ریسمان به کمرش بستن، یه عده برن تو کوچه ها میکشوننش، چند بار با صورت رو زمین افتاد. ایوان چرا داد نمیزنن بعضیا؟ تناب را که به دست ولی نمیبندند، مگر وصی پیامبر امام مردم نیست. آخ بمیرم. علی کسی رو نداره، وای وای بمون که خونه حیدر، وای وای با بودن تو بهاره، وای وای همه بمون که تا تو نباشی، علی کسی رو نداره، علی کسی رو نداره. بی تو میمیرم مرو، 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 بی تو میمیرم، بی تو میمیرم مرو، بی تو میمیرم. هر کی برهنه است برهنه نیست، جوندار که میتونه سینه بزنی. مرو بی تو میمیرم مرو، بی تو وای وای بمون که خونه ی حیدر، وای با بودن تو بهاره، با بودن تو بهار. یه بار دیگه وای بمون که خونه ی حیدر، بمون که خونه ی حیدر، وای وای با بودن تو بهار. وای وای بمون که تا تو نباشی، بمون که تا تو نباشی. علی کسی رو نداره، علی کسی رو نداره، علی کسی. بی تو میمیرم مرو، بی تو میمیرم مرو، بی تو میمیرم مرو، بی تو میمیرم. ساکت نباشید باختی به خدا. بی تو میمیرم مرو، بی تو میمیرم مرو. شب اول قشنگ یاد میگیری بهتره ها. دلم میخواد یه بار دیگه همه با همه وجودشون وای وای بمون که خونه حیدر، وای وای بمون که خونه حیدر، وای وای با بودن تو بهاره، با بودن تو بهاره، وای وای بمون که تا تو نباشی، بمون که تا تو نباشی. علی کسی رو نداره، علی
حرمین کوچه باز کنی. به خدا دور نیستا، دو دست حضرت زهرا سینه زن مردونه میخوان. مرو بی تو میمیرم، مرو بی تو میمیرم، ز فراقت آتش غم کشد از دلم زبانه. ز کجا بجویمت من، ز که پرسمت نشانه. تو گلی و من چو مرغی، ز خزان جان گدازت. به فغان و آه و زاری، به لبم بود ترانه، به لبم بود ترانه. به کدام حسرت آخر کشم آه و اشک ریزم، که غمت بود چو دریا یه عمیق بیکرانه. نرسیده بود عمرت، نرسیده بود عمرت، عجبا به 18 سال که نمود قامتت خم. صدمات این زمانه وای وای، امید آخر حیدر وای وای. مرو تو از بر حیدر وای وای. بخون غم غریبی رو وای وای. تو چشمای تر حیدر، تو چشمای تر حیدر. بی تو میمیرم، مرو بی تو میمیرم، مرو بی تو میمیرم، مرو. چقدر قشنگه بعضیا دارن گریه میکنن. باریکلا. بی تو میمیرم، التماست میکنم یکی دو شب دیگه بمون. ای وای ای بی تو میمیرم، مرو بی تو میمیرم، مرو بی تو میمیرم. همه دو زانو نشستن میخوام دو دست با همه وجود یکی 2 دقیقه تا قبل اینکه من نوحه بدم هرچی نفس داری. یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا. همیشه به بچه ها گفتم مدینه میرید از فاصله دور مسجد و بقیع و کوچه بنی هاشم آروم قدم بردارید. میگن چرا؟ میگم اولا یه روزی مادر ما تو این کوچه ها زمین خورد، ثانیاً معلوم نیست کجا زیر خاک رفته. صدای ناله عقب برسه خیلی قشنگتره ها. فاطمیه از دست بره و وقت حسرت میخوری. بعد از نبی به فاطمه دنیا وفا نکرد. بیا بریم جلو کم کم، پشت در خونه برسیم و حرف بزنیم. بعد از نبی به فاطمه دنیا وفا نکرد. ای وای بمیرم. رسم بود، رسم بود. تا 40 روز میگفتن تو عرب رسم بود کسی که داغ میبینه نباید از تو مطبخ خونش دود بلند بشه. میگفتن داغ دیده سختشه، عزادار همسایه ها غذا میبردن براشه. یه مرتبه دیدن از کوچه بنی هاشم از خونه علی داره دود بلند میشه. چه خبره؟ هنوز که پیغمبر تازه از دنیا رفته. اومدن دیدن در خونه داره میسوزه. این رسمه، این رسم مردی مردم مدینه بود. یه دنیا حرفه که میخوام بگم براتون،
تو بگو به من کجایی آقا جون دلم گرفته مثل آسمون پایی میدونم مرغ دل من دوباره کرده هوا تو با خودم یه نظری کردم که اگه تو رو ببینم با همون نگاه اول جونمو بدم برا تو با همون نگاه اول جونمو گل زهرا گل زهرا السلام علیکم حین تسلی و تقنود قربون قنود گرفتمت شبای فاطمیه قنوت امام زمان پر از گریه است همچی که قنوت میگیره میگه وا اما السلام علیکم حین ترکم و تسجد السلام علیکم حین تهلل و تکبر